تشکر که وقت جدا کردید برای صحبت با رادیو آزادی. هنگامی معرفی گزارش بانک جهانی شما این نکته را هم ذکر کردید که بحران برای تاجیکستان ناگزیر بودن گذراندن اصلاحات را پیش گذاشته است. یعنی در همین مدت باید دولت حتما یک بسته اصلاحات را روی دست گیرد. می شود مشخصا بگوید که تاجیکستان باید کدام اصلاحات را روی دست بگیرد تا که جایهای نوی کاری بیشتر سازمان داده شد و عموما رشد اقتصادی کشور بیشتر گردد؟ Спасибо за ваш вопрос. تشکر. ما با حکومت تاجیکستان در سمت‌های گوناگون همکاری داریم. در این چارچوب ما هم در سطح ماکرو اقتصادی و همچنان در ارتباط با بخش‌های علاهیده اقتصاد تاجیکستان مشورت‌ها برگزار می‌کنیم. پیشنهادهای ما در شرایط نوی اقتصادی که با رشد ضعیف‌تر کشورهای همکار، کاهش سرعت رشد جهانی و کاهش تقاضا به اشیاء خام صورت گرفته است، ضرورت تصحیح نشان دهنده های ماکرو اقتصادی را به وجود می آورد. فعلا ما شاهد ورود اصلاح به نشان دهنده های ماکرو اقتصادی کشور هستیم. سیاست ماکرو اقتصادی کشور باید به تحکیم نظم و ثبات وضع اقتصادی کشور روانه شده باشد. این عمل برای رشد صاحبکاری و تشکیل جایهای نوی کاری مهم است. مرحله بعدی این اصلاحات اقتصادی است که اجرای آن هم نباید فراموش شود. سالهای اخیر مشاهده می شود که کارخانه‌های دولتی در تاجیکستان در وضع ناخوب مالیوی دارند و شما در معرفی خود هم این نکته را ذکر کردید. آیا در مسئله حل قرضداری کارخانه‌های کلان تاجیکستان نظیر بانک برق تاجیک، بانک جهانی با حکومت تاجیکستان گفتگو دارد؟ ما ضعف اقتصادی تاجیکستان را به دو عامل مربوط می‌دانیم. یکی از این عامل‌ها ریسک‌ها یا خود تهدیدهای میباشد که مؤسسه‌های دولتی با آن روبرو شدند و دوم آسیب‌پذیری سکتور مالی است. در این رابطه ما با حکومت تاجیکستان مکالمه راه اندازی نموده یک عده چاره‌ها را برای کم کردن این تهدیدها مطرح کردیم. کاملا از بین بردن تهدیدها هیچ امکان نداشته است، ولی وسیله‌های موجودند که امکان می‌دهد تاثیر این ریسک‌ها را کم کند. در شرایط حاضره جمهوری شرط مهم اصلاحات و تحکیم نظام حفظ اجتماعی است. در این مسئله بانک ما نه تنها توسط مشورت بلکه با اجرای لایحه دستگیری فنی و توسعه حفظ اجتماعی به اصطلاح ادرسی یا خود کمک مشخص شده سهم می‌گیرد. از این برنامه در نوبت اول کشورهای کم‌بضاعت بهره‌مند می‌شوند. Таджикистане только начала внедряться.